سلام. چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. شاید این اولین ویدیومون باشه. اولین ویدیومون هست. نیست بابا، 120 تا ویدیو گرفتیم. ولی خب نداشتیم. شاید این یه دونه رو بذاریم. خب امروز میخوایم بریم که لوبک بگردیم. میخوایم بریم لوبک گردیم، منظورم ببخشید. منظورش همون منطقه خودمون زندگی می‌کنیم. بله. همه جا رو نمیگردیم، پررو نشینه، چند تا منطقه رو نشون بدیم. درست صحبت کنیم. بی تربیتی. بچه‌ها بلاکش کن. خودش گفت ریل باش. خب بچه‌ها من گفتم ریل باشه دیگه، نگفتم اینجوری ریل باش. خب من که همینجوریم. نیستم. خب بچه‌ها ما امروز می‌خوایم بریم لوبک گردی. این اولین ویدیوی ماست. این اولین ویدیو. تو اصلا ریل نیستی الان. من کاملا ریل. اصلا ریل نیست بچه‌ها. بچه‌ها از اونجا که ما خیلی صحبت می‌کنیم، ما یه ویدیو قبل از این گرفتیم دیشب. اون ویدیو 20 دقیقه شد. ما اینقدر حرف زدیم و قراره که امروز ویدیو فقط 10 دقیقه بشه که مردم بتونن ببینن. کی آخه حوصله داره زیر تو رو 20 دقیقه بشینه ببینه؟ الان ببین 1 دقیقه شد، 2 دقیقه هم گرفت. نه خب اینا بیشتریاش ادیت می‌خوره. آفرین، نگاه کن امروز کلماتمون جابجا شده. من میگم ریل، تو میگی ادیت. آره. آره دیگه بچه‌ها ما ولی اصلا اگه اون قبلیه رو نبینن از کجا میدونم باشه گفته ریل کیه. حالا شاید اونم گذاشتیم. شاید اونو گذاشتیم بعد اینو گذاشتیم. حالا معلوم نیست. اونو یه قسمتشو بعد دوباره بوق بزنیم اون قسمت. آی خدا خیلی حرف میزنم. بچه‌ها بذار اول خودمون یه معرفی ریزی بکنیم. من آیدام 19 سال این آیدا 19 سالشه. من آیدام 19 سالمه. 3 ساله که مهاجرت کردم به آلمان و الان لوبک زندگی میکنم. اینم تو خودت معرفی کن. سلام بچه‌های گرامی، منم که همونجوری که می‌بینید خوشی به جمعتون. حامدم. منم بعد بذار صحبت دارم. خب بگو. فردا داره میشه 20 سالم. الان سنتو بگو. الان چند سال؟ الان 19 سالم. فردا 20 سالم میشه. بعد عرضم به حضورت که با این سال مقصد اینجا زندگی میکنم. 2 سالم هست که با این رفیقم دیگه به نام خدا. دوست دختر دارم. بگو. داشتم کات کردم. دروغ میگی بچه‌ها. چرا تو همه اینو بگی؟ بچه‌ها ویدیو قبلی که بذاریم خب شما بچه‌ها ویدیو قبلی رو که بذاریم بچه‌ها متوجه میشن که دوست دختر داریم. بذار همون قسمت ها بود که میگفتم بوق بذار. نه بوق این قسمت ما ریل هیچ بوقی در کار نیست. پس منم خیلی چیزا از بچه‌ها بذار گوشیم بیاد دوباره بهتون میگم. خیلی تو ناشی. تهدیدم میکنه، منو داره تهدیدم میکنه. بچه‌ها خیلی سرده اینجا، هوا 6 درجه است. و واقعا داریم یخ میزنیم 6 درجه. بچه‌ها خب دیگه ما خیلی داریم زیر میزنیم. میریم که ویدیوی میریم آره بیاین که خب بچه‌ها من تازه از مدرسه اومدم و حامد اومد دنبالم. چه رفیق خوبی داره که ویدیو بگیریم. الان اومدیم اینجا ویدیو داره همینجور که می‌بینید. اومدیم رودخونه. واسه یه ویدیو خوشگل واسهتون بگیرم. یه ویدیو داره. ویدیو داره. مردم نگید دیگه. تو چه مجاز نداره فیلم بگیریم اینجوری. در من نگید. یه شیک بزنم چند تا فیلم بگیریم. خب بچه‌ها ما از اونجا اومدیم این ور. دلایلی که می‌بینی داره چشمو کور میکنه. بچه‌ها این آفتابش الکی به قرآن نمایشی فقط نور داره. دستمو نگاه کنید بچه‌ها سرخ شده از سرما. چیز هست زردا میبندن. اون گرماش از این بیشتره. از اون بیشتره. ببخشید یه ذره خارج ذکر شدم. دماغ خودت بیا شدی. دماغ خودت نگاه کن. من رنگم چون برنزه اونقدر نشون نمیده. تو خودت نگاه لبو. چشم کور شد. به جهنم. بچه‌ها میشه اینجا بشینیم؟ خیسه. خب بچه‌ها ما الان داریم میریم جنگل رو بهتون نشون بدیم. جنگل که اونجوری جنگل نیست. حالا یه جنگلی هست که ما داریم میریم، گفتیم شما هم ببریم با خودمون. شما رو هم ببریم مگه بچه داری سخته ولی خب. نه این بلاگرها هستن میگم بچه‌ها ما داریم میریم. خب بذار منم شما رو هم با خودمون میبریم با هم اشغال کنیم. دوست دارید با من بیاد شما هم؟ راهنمای چیزی. آره بچه‌ها بگی پایین رو بگی. بچه‌ها یه ویدیو دیگه. بچه‌ها خیلی خوشگله. می‌بینید؟ خب بچه‌ها ما داریم از این پله‌های خوشگل به سمت بالا حرکت می‌کنیم. شاید به رفاه. برو جلو داد فیلم بگیرم. چونم می‌رفت. نترس. واسه منو هیچکی به تو نگاه نمی‌کنه. آخه کی تو خوشش میاد دوست من نه. نمایی که داری میگیری میگم. حالا نماد آنچنان زیبا هم نیست. خب بعدت میاد نره جلوی دوربین وایستا. اینجا کارهای خطرناک میکنن. بچه‌ها اینجا مثل که آدم زندگی میکنه. معلومه آدم زندگی حیوان که دیگه چادر رو میزنه. بچه‌ها من داشتم اینجا میرفتم پایین. اینقدر این حامد زیر مفت میزنه.
بچه لوبه گرده دیگه بس من خسته شدم. نفسم برید بچه ها به قرآن. خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی عالی. خب بچه ها باز ما داریم از پله ها میریم پایین. میبینید یا نه پله ها رو؟ حالا خودت تو نندازی پایین ولش کن بچه‌ها. داریم از پله ها میریم پایین. خدا بعد دوربین بگیریم اینجوری نمیشه. آره دستمون تو از اون دره میخواد بندازی پایین. وای بچه‌ها خیلی خطرناک بود. اگه میافتادم میمردم. بعد این ویدیوها تو گوشی میمون دیگه پخش نمی‌شد. تو بمیری چجوری دیگه تو واقعا من میگیری؟ تو گفتی بریم تو جنگل. من معلومه که میگیرم. که بریم چیز گردی. بریم پارک. دست بچه‌ها جای قدیمی نگاه کنید چه خوشگله. اینجا می‌خوایم بشینیم یکم چیل کنیم. ویو رو تماشا کنیم و اشغال. یکم بالاتر بریم؟ نه دیگه همینجا دیگه بالاتر صندلی نداره. خب بچه‌ها جون ما فعلا یکم اینجا نشستیم. بارون هم شروع شده. بارونه؟ بله. بارون داره میادش. بارون میاد. آه بچه‌ها بارون داره میاد. بارون میادش. همش میادش. حیف مجبوریم از اینجا بریم به خاطر بارون. آره بعد دیگه بریم دوبه گرد. آره اینجا میریم میبرمتون یه جای دیگه رو بهتون نشون میدیم. بچه‌ها این بارون نیست داره تگرگ میباره انقدر یه دونش پرتاب شد تو سر حامد. اعتماد نکن یکی به هوا. اوه نگاه کن داره میباره تگرگ. یکیشو بردار نشون بدیم. من الان حوصله دارم میگم تگرگ بردارم. این تگرگه؟ آف میشه اون تگرگ. یه دست اینجوری کن بریز رو دستت. آف میشه گرمای دست من زیاده جوری میگی. خب واسه خفش بگیر رو دست من. حالا دیگه بند اومد دیگه. تگر بازی نیست. نه اون ابروی تگرگی بودن رفتن. بچه‌ها ابرو رفتن خونه‌شون دیگه. حالا باز ابرو اومد بهتون نشون میدیم. پرنده واو میتونه فرو. خب بچه‌ها جون ما برگشتیم بیرون با یه بارونی گرفت دیگه. ما اومدیم اونجا. وای الان میدم بچه‌ها یه چیپس گرفتم. تو چی گرفتی؟ یه دونه نون با یه دونه پنیری با یه پاستا. خب دیگه یه آب میوه برداریم. خب بچه‌ها جون نمیدونم دیگه چی بگیرم. تو چی دیگه میخوای بگیری؟ من خیلی گشنمه. حالا نمیدونم اصلا این تیکه رو بذارم یا این تیکه رو اصلا نذارم. چی برداشتی؟ من هنوز چیزی نخریدم. نگاه کنید خودش چقدر وسیله برداشته. خدایی خوبه. من یه چیز خودتی دیگه هم حوض کنم. چی؟ همون که نودلاش توده؟ من میگم نودل بخریم. نودل تو رو خدا خب تو نخور. من برای خودم نودل میخرم میرم اونجا میخورم. بچه ما الان بعد از اینجا اینا رو داریم میخریم بریم یه جایی. البته اینا که اینجا میخوریم. بعد اینو چیپس رو مثلا میبرم. چیپسو که من خودم فقط میخوام بخورم. غلط کردی اینو. بچه‌ها من حامد گفت من این چیپسو از این چیپس متنفرم. این چیپسو لب نمیزنم. من فقط میخوام بخوره دندوناشو خورد میکنم. ما الان میخوایم بریم یه جایی بچه‌ها که میتونیم بشینیم و یکم چیل کنیم و اینا. برو یکم عقب. خیلی جای باحالیه. حالا بهتون نشون میدیم اونجا رو. آره بچه‌ها من الان میخوام نودل بخرم. خب بریم با همین نودل بخریم. خب بچه‌ها ما اومدیم نودل برداریم. نه یا این ونجا نه اوه میگه من دوست ندارم. سلام نظر من است. تو میخوری هر کوفتی رو بعد من نگاه کنم. نه وایسا. چاپ استیک نداری. این حسابی که برم دختره رفته. خب بچه‌ها ما این قرمزه رو گرفتیم. حامد گفت این توش قارچ داره خیلی خوشمزه تره. خب بچه‌ها اینجا هم از این چیزای خوشمزه میتونید بگیرید. دوسا کم بگیر. باقی دو قاشق بردار. نه چنگال بردار. خب بچه‌ها چیکار می‌کنید؟ قاشق هم اون آب شده. بچه‌ها اگه یادتون باشه حامد گفت نودل نگی من دوست ندارم نمیخورم. نه ولی الان قاشق برداشته. جلو میخوره بعد الان قاشق برداشته میگم قاشق برای چی میگه بتونم آب نودل رو بخورم. تو گفتی
خفه شو. گفت برای اینکه بتونم نودل رو بخوری. گفت من آب نودل نمیخورم. گفتم بدین آب بقیه‌اش هم آقای فردوسی. بچه‌ها ما کروسان و پاستا رو خوردیم و الان داریم میریم همون جایی که بهتون گفتیم اونجا نودل و چیپس رو بخوریم. بچه‌ها ما این سر اومدیم در مدرسه من، اینجا مدرسه‌مونه. بچه‌ها خیلی سرده، می‌بینید این مدرسه بچه‌ها دیوونه خونه است. بچه‌ها اینجا مدرسه است، بهتون توضیح بدم. اینجا که دیدید مدرسه بود. بعد اینجا رو که می‌بینید بچه‌ها همونجوری که دیدید اینور مدرسه بود. اینور که میاید میشه جایی که معتادا میشینن. اونجا من بهتون نشون میدم. یعنی یه جور نشون میدم گیر ندن بهمون. این ماشین سفیده که میبینی بغلش یه خونه است. اونجا بچه‌ها مرده شور خونه است. این ماشین هم مرده ها رو میبره میاره. فکر کنید بچه‌ها اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبیه، پشمام ریخته. فکر کن اینجا مدرسه، اونور محل شیرکش خونه، اینورم مرده شور خونه. اصلا هیچ ربطی به هم نداره. بچه‌ها اینجا معلوم نیست آزمایشگاه چیه. پر از مثل آزمایشگاه میمونه. خب بچه‌ها چون ما اومدیم اینجا اسمشو بچه‌ها نمیدونیم، ما خودمون اسمشو گذاشتیم اینجا که اینجاست. آره اسمشو واقعا نمیدونیم اینجا چیه، ولی مثل کتابخونه میمونه. ولی میتونی مثلا غذا بخوری، بلند صحبت کنی، ولی بقیه هم دارن درس میخونن، هم دارن اینجا نشستن همشون با هم مثل آدم. چی دارم میگم مثلا چرا داری میگی؟ بچه‌ها حالا مدلی که ما خریدیم اونجا یه آشپزخونه است، آب جوش میریزیم توش و می میکنیم. امیدوارم که فقط میخواد آب نودل رو بخوره. خب بچه‌ها من رفتم آب جوش گذاشتم که نودل رو بخوریم، یه لیوان آب. بچه‌ها اونجا خیلی ویدیو گرفتیم منو ها، بذار برام دمه. خب چه خبر؟ خب بچه‌ها این اولین ویدیوی ماست واقعا و ما زیاد نه امکاناتی داریم نه بلدیم مثلا بعد چیکار کنیم و اینا. شاید اصلا نمی‌دونیم مردم هم خوششون بیاد. خیلی دارم بچه‌ها اصلا ریل نیستم الان. بچه‌ها الان اصلا ریل نیستم. خود فیک بودن داره تو گوشام میزنه بیرون. خودت هم داری. آره بچه‌ها اصلا الان ریل نیستم. خواستم مثلا بهشون بگم من ریلم. ببین آبش انگار از چشمه اومده. نه خب بچه‌ها من نودل رو گذاشتم الان یکم آب جوش میره. بچه‌ها این چیه توشون؟ چه قارچه زشتیه. خب اینا سرسشه، درشو میبندیم میذاریم استراحت کنه. کاش من نودل بودم. بچه‌ها جون ما اینجا من گوشیمو زدم اینجا توشم، اصلا مهم نیست. دوست دارم اینجوری نگاه کنم. اونجا چشات کج میفته داخل اصلا برای خب با ادیت در. خب بچه‌ها ما فعلا اینجا نشستیم منتظریم نودلمون حاضر بشه و بخوریم. یعنی من بخورم محمد که نمیخوره. بعد دیگه آره بچه‌ها منم بخورم. فعلا نشستیم اینجا. یه دختره اومد از حامد شارژر خواست. بچه‌ها می‌بینید الله و دوست اون بیشتر راضی بود. بچه‌ها دختره حامد اوه چه خوشگله. تعریف کرده. ولی یکم طرف آخه کی من نمیفهمم بچه‌ها. آره دیگه ما نشستیم فعلا اینجا. من خیلی خوابم میاد یکم بخوابیم. خب بچه‌ها جون نودل ما آماده شد. نکنی نه. بزن نشونشون بدم خودن سرویس. بچه‌ها خیلی تند اصلا نمیشه. برای همین میگم نکن. بچه‌ها یعنی از حامد دست با چلو آخه دارن نشون میگن نکن بابا دست نزن. من دارم نشون میدم. بچه‌ها دیگه آره دیگه. خب بچه‌ها ما بریم یه زنه روز ببینیم و حالا اگه اینجا بودیم که ویدیو میگیریم، اگه اینجا نبودیم که تو الان نگفتی این نمیخواد ویدیو بگیری برو نگاه کنی فیلم رو. گفتم من قرار نبوده چیزی بگم. نه چه دروغ میگی. برو ببینیم دیگه. بچه‌ها بریم نگاه می‌کنیم برمیگردیم. سلامی دوباره بچه‌ها. من دیگه گوشیم خاموش شد. دیگه موندیم همونجا. گوشیمو یکم زدم شارژ. تازه الان چیز شد. دیگه الان داریم میریم خونه‌مون. 20 بار گفتی اینو دیگه داریم میریم خونه‌مون دیگه. می‌خوایم بریم گم شیم خونه‌مون. دیگه می‌خوایم بریم خونه‌مون. دیگه بچه‌ها فردا ادامه‌شو واسهتون میگیریم. اگه دوست داشتید که ادامه‌شو مثلا ببینید از لوب گردیامون بیشتر بذاریم. سری بعدی قول میدیم که جاهای خفن‌تری بریم، خیلی اشپاس بیشتری داشته باشیم. حالا این اول کار ماست ولی ما قوی‌تر شروع می‌کنیم دوباره. بوس منم اومد. خدافظ.